دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق و آغازش ادب. آن مسلمانان که میری کرده اند، در شهنشاهی فقیری کرده اند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث چنین بیان فرمودن. حضرت رسول الله در امی حدیث این چنین فرمودن که ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبه. یک مسلمانی که نماز فرض گویا وقتش فرا برسد، از آن گفته شود، صدای مؤذن از مئذنه بلند شود، مردم را بگوید که حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بشتابید به سوی نماز و رستگاری و کامیابی. این کارت فراخانی را و این بوغ و بلنگو به طرف خدا مردم را فرا میخوانه، لاود اسپیکرها روشن میشه. این در امی صورت رسول الله گفتن فیحسن وضوءها. این انسان مسلمان امی که صدای از آن را شنید فوراً خوب وضو میگیره و خشوعها و رکوعها. باز او می آید به مسجد با خشوع و خضوع، با مراعات همه شرایط و ارکان و عناصر تشکیل دهنده اینمی نماز خود را ادا میکنه. چی میشه؟ رسول اکرم صلوات الله علیه گفتن که كانت کفارة لما قبلها من الذنوب. اینمی نمازی که انجام میده و میخوانه تمام گناهانی که در گذشته انجام داده الله او را میامرزه و میبخشه. همین نماز گناهت را صیقل میده. همین نماز اونمو نقطه های سیاهی که از اثر گناه بر دلت پیدا شده او را پاک میکنه. هر مصیبت و بلا، هر لغزش و خطا، هر پریشانی و سرگردانی و سراسیمگی و تشویشای روحی و نابسامانی، بیبندوباری، اختلاف در بدری ها از نماز پیدا میشه. یعنی از چی پیدا؟ از گناه پیدا میشه. انسان که وقتی جسارت میکنه گناه از آدم سر میزنه، باز الله او را گوشمالی میده، چون خدا از مسلمان گلایه داره. مسلمان وقتی گناه کرد خدا او را باز گوشمالی میده. وقتی که همه بدبختی ها از گناه پیدا میشه، گناه را نابود کنندش چی بوده؟ نماز بوده. رسول الله گفتن که کفاره نابود میکنه لما قبلها من الذنوب. خب پس گناه گذشته که نابود شد، بار شما سبک میشه. وقتی بار سبک شد باز به نزد خدا ارزش پیدا میکنی، نازدانه میشی. تا زمانی که بار گناه داری ناز و نوازش نداری، باز گناهت که بخشوده میشه به نزد خدا ارزش پیدا میکنی. لذا رسول اکرم صلوات الله علیه مهربانی کردن که پروردگار عالم گناه ها را میامرز. و در یک حدیث دیگری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده بودن که همه نماز میخوانن، نماز را که همه میخوانن، حال 2000 نفر در یک مسجد جامع جمع بشه و اینا همه سجده میکنن، لیکن رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها.
او سدسها. بعضیا از نماز خودش 10 برمیداره، بعضی ها 8 برمیداره، بعضی ها 9 برمیداره، بعضی ها 7 حصه برمیداره، بعضی ها 6 حصه برمیداره. نماز را همه میخوانند. رسول اکرم صلی الله علیه گفتن نماز را همه میخوانند، لیکن این سهم نماز، این میراث نماز به بعضی ها 1/10، به بعضی ها 1/9، به بعضی ها 1/7، به بعضی ها 1/6 ای تو سهم میرسه. چطور؟ به خاطر همی که نماز باز در بین خودش فرق داره. حتی به بعضی ها به جای ای که سهم خو به جای خودش سهم خو نمیرسه، از همین نمازی که میخوانه سهم نمیرسه که نمیرسه.